از ابو سعیدین و جابرین روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت غیبت سخت‌تر است از زنا. صحابگان گفتند چگونه یا رسول خدا؟ گفت شخص هر آینه زنا میکند سپس توبه میکند، اگر از صدق باشد خداوند گناهایش را مغفرت میکند. غیبتچی را گناهایش مغفرت کردن نمیشود تا آن وقتی که نبخشد او را صاحب غیبت. برادرم، حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلالت آن را می‌دهد که اگر من روز تو را غیبت کرده باشم و تو امروز مرا نبخشی، من نزد خدا گناهکار عاصیم. یک دیگر بخشی پیش از ماه شریف رمضان خصلت خوب انسانی است. خداوند بخشنده و مهربان است و بخشنده ها را دوست می‌دارد. آمد ماه شریف رمضان و کل مسلمانان علل خصوص به مردم شریف تاجیکستان مبارک. رمضان